سلام، من دنیز هستم و به وقتی که یواش صحبت میکنم چون مامانم دارن یه استراحت کوچولو میکنن برای همین بلند صحبت نمیکنم. امروز میخوام واسهتون دال عدس درست کنم، دال عدس جنوبی. ببینید من یه دونه پیاز بزرگ رو با 2 حبه سیر بزرگ و 2 پیاز چه و یک کمی خیلی کم چند برگ جعفری، اینا رو همه من خوب ریز کردم، خوب ریزش کردم و گذاشتم. ببینید تفت خورده. بعد بهش یه قاشق چایخوری پودر فلفل قرمز، پودر فلفل سیاه، زردچوبه و نمک و یکم هم پودر کاری بهش اضافه کردم. دال عدس باید تند و تیز باشه چون این یه دال هندیه و غذای جنوبیه. خب ببینید این که خوب تفت خورد، من مواداشو اینجا تهیه کردم. یه دونه سیب زمینی رو به این اندازه خرد کردم گذاشتم کنار. 2 دونه آلو بخارا واسه خوشمزه بودنش، یه قاشق غذاخوری روبه گوجه فرنگی و یه دونه هم گالی بلانکا که من گالی بلانکا رو بهش اضافه میکنم. بعد ببینید 2 پیمانه من عدس قرمز رو شستم و گذاشتم کنار. این هم 1 پیمانه، یه کوپ بزرگ آبی که من بعد میخوام بهش اضافه کنم. خب این بساره مرغ رو من خوب مخلوط میکنم با این مواد، با این سیر و پیاز. یعنی دال عدس یه غذای خیلی خوشمزه است و جنوبیه و اونو حتما باید با پلو سفید سرو کنید چون مثل یک خورشت دیگه باید با پلو سرو بشه. خب من الان یه قاشق روبه گوجه فرنگی رو بهش اضافه میکنم و تفت میدم. یکم خامی روبه گوجه از بین بره. البته روبه گوجه چه اندازه باشه بستگی به خودتون داره، ولی من فکر میکنم همین اندازه که بیشتر نریزم. خب من همه چیا رو میخوام مخلوط کنم، یعنی با هم قاطی میکنم، همش با هم بپزه. وقتی به خورد هم میره، میدونید خیلی خوشمزه میشه، غذا جا افتاده میشه. خب سیب زمینی خرد شده رو اضافه میکنم، یه تفت میدم. عدس رو هم اضافه میکنم که عدس هم همراه با سیب زمینی یه تفت بخورم. دال عدس خیلی خوشمزه است. مامان من خیلی دال عدس دوست دارم. امروز هم باور نکنید به پیشنهاد خودشون بوده، گفتم دال عدس درست کنیم. خب ببینید من حالا این 2 آلو بخارایی که گفتم الان اضافه نمی کنم که یکم غذا موادا پخته بشه. بعد مثلا نیم ساعت یا 20 دقیقه قبل از که بخوام این خورشت خاموش کنم، زیرش اجاق و زیرش خاموش کنم، آلو بخارا رو بهش اضافه می کنم. خب الان 1 کوپ آب داشتیم
من درست اضافه میکنم. من فکر میکنم که این کوپه ها براش کافی باشه. حالا اگه باز کم بود من شاید نصف کوپه آب بهش اضافه کنم. البته میذارم الان جوش بخوره، بعد معلوم میشه. مرسی از همراهیتون. به امید دیدار دوباره.